سلام، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امروز قرار راجع به نقل و انتقالاتی صحبت کنیم که کل دنیای فوتبال رو زیر و رو کردن. پس تا آخر ویدیو همراه ما باش. انتقال اول، کریستیانو رونالدو. توی سال 2009 بود که رونالدو با یه مبلغ فوق فضایی از منچستر یونایتد به رئال مادرید رفت. مبلغ دقیقش 94 میلیون یورو بود و این مبلغ توی زمان خودش بزرگترین انتقال، یعنی در واقع گرونترین انتقالی بود که صورت گرفته بود. رفقا، به محض اینکه رونالدو به رئال مادرید پیوست، ترکوند 9 بازی 9 تا گل و یک رکورد فوق‌العاده بود که تا همین سال پیش هم پابرجا بود که استاد بیلینگام اومد و شکستش. یک موضوعی که خیلی دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که رونالدو وقتی توی منچستر بود خیلی جدی گرفته نمیشد. بازیکنی بود که نوجوان بود و فقط ستاره محسوب میشد، دقیقا مثل لامین یامال حال حاضر. اما به محض اینکه رفتش توی تیم رئال مادرید یک فوق ستاره شد. به محض اینکه رفت توی رئال مادرید یک فوق ستاره بزرگ شد و بعد موندن چندین سال الان شاید بشه گفت یکی از بزرگترین یا شاید حتی بزرگترین بازیکنیه که رئال مادرید به چشم خودش دیده. انتقال دوم، دمبله به پاریس سن ژرمن. سال 2017 بود که نیمار از بارسلونا جدا شد و مدیران بارسلونا چه اقدامی پیشه کردن؟ رفتن دمبله رو با قیمت فوق‌العاده زیاد 110 میلیون یورویی از دورتموند خریدن و جایگزینش کردن و قضیه از این قرار بود که اصلا انتقال موفقی نبود. انتقال دمبله به بارسلونا، این یک مقدمه چینی دارم میکنم که برسیم به جریان پاریس سن ژرمنش. دمبله فوق‌العاده بد بازی میکرد، همیشه مصدوم بود، اکثر بازی‌ها خراب میکرد، خیلی توپای زیادی و اصلا بازیکن شوت زنی نبود و خب کلا بارسلونا تحت فشار فوق‌العاده زیادی از لحاظ جوی، رسانه‌ای، مادی 24 ساعته مصدوم بود. کلا از اول تا آخرش ضرر بود این بنده خدا واسه بارسلونا. اما بارسلونا براش چیکار کرد؟ حمایتش کرد. هنوز عکساش از واسهتون میذارم که بازیکن‌ها تیشرت دمبله رو پوشیدن وقتی مصدوم بود. همه این کارا رو براش کردن. اما سال 2023 جدا شد توی بدترین حالت ممکن از بارسلونا، زمانی که بارسلونا خیلی نیاز داشت به بازیکنی مثل دمبله. اما ازش جدا شد و خب رفت پاریس سن ژرمن. تا اینجاش باز هوادارا مشکلی با دمبله نداشتن تا اینکه توی لیگ قهرمانان اروپا توی بازی رفت به بارسلونا گل زد و خب فوق‌العاده عجیب غریب شروع کرد خوشحالی کردن با شادی فوق‌العاده زیاد و بارسایا بوم منفجر شدن از عصبانیت به خاطر این کار و این شد که یکی از منفورترین بازیکنای بارسلونا تبدیل شد دمبله. برای همین میگم که دمبله یک بازیکنی بود که با رفتنش به پاریس سن ژرمن کلا فوتبالو تکون داد. یه سر بریم به سال 2001. انتقال شماره 3 زیدان به رئال مادرید. توی سال 2001 بود، همونجوری که گفتم، که زیدان با مبلغ 77 میلیون و نیم میلیون یورو، چه جمله سختی بود، 77 میلیون و نیم میلیون یورو به رئال مادرید پیوست. از کجا؟ خب مشخصه، یوونتوس. رفقا، کار ندارم که زیدان چه بازیکن فوق‌العاده‌ای بود توی رئال مادرید، چقدر فوق‌العاده عمل کرد، چند تا پاس داد، چند تا گل زد، همه اینا رو بذاریم کنار، هممون راجبش میدونیم. فقط یه لحظه میخوام برگردیم به فینال لیگ قهرمانان اروپا. اون گل فوق‌العاده رو زیدان زد، فوق‌العاده بود، کار با اینا نداریم. میتونم بگم زیدان شاید مهمترین و تاثیرگذارترین خرید رئال مادرید محسوب شه واسه این تیم. به جز بازیگری فوق‌العاده‌ای که داشت، مربیگری خیلی فوق‌العاده تری هم داشت. میتونید به کسب هتریک CL اشاره کنیم. اون تیم فوق‌العاده‌ای که ساخت زیدان توی سال 2017 میشه گفت شاید آماده ترین رئال مادرید تاریخ بود واسه خودش. اما زیدان یک گوهر نابی بود که با اومدنش به رئال مادرید واقعا وحشت به دل تمام فوتبالیا کرد. انتقال شماره 4 رو بارسایا عاشقشن و میتونم بگم فلسفه باشگاه از اومدن این بازیکن
شروع شد. درسته، یوهان کرایوف افسانه‌ای. سال 1973 یوهان کرایوف از آژاکس جدا شد و به بارسلونا پیوست. تصمیمی که هم زندگی خودش رو عوض کرد، هم زندگی تمام طرفدارای بارسا تا به امروز. یوهان کرایوف بازیکن فوق‌العاده‌ای بود. میتونید حتی برید به افتخاراتش نگاه کنید که این بازیکن سومین بازیکن برتر قرن 20 نامیده شده. دومین بازیکن برتر اروپا در کل تاریخ محسوب میشه بعد از کریستیانو رونالدو. جدا از تمام افتخاراتی که کرایوف به دست آورد، میتونیم به 4 بار قهرمانی پیاپی در لیگ اسپانیا، لالیگا خودمون اشاره کنیم، به عنوان سرمربی. البته این بازیکن تونست کل فلسفه بارسلونا رو تغییر بده در زمان مربیگریش. یوهان کرایوف تیکی تاکا رو به بارسلونا آورد و از اون مهمتر تونستش مکتب لاماسیا رو قرار بده. مکتبی که لیونل مسی رو شکوفا کرد و الان لامین یامال 16 ساله رو شکوفا داره میکنه. پدری، گاوی، اینیستا، ژاوی، همه اینا بازیکنایی بودن که از لاماسیا به اینجا آمدن. و خب میشه گفتش که کرایوف بزرگترین لطفو در حق بارسلونا کرد، چه در زمان بازیکنیش که تمام تلاششو کرد برای بهترین بودن و چه در زمان مربیگری که تونست کلن از بارسلونا یک باشگاه بزرگ بسازه. جنجالی ترین اتفاق ممکن رو گذاشتم برای آخر. انتقال شماره 5 لوئیس فیگو به رئال مادرید. اتفاقی که افتاد این بود: بزرگترین خیانت تاریخ فوتبال رو لوئیس فیگو به بارسلونا انجام داد. قضیه از اونجایی شروع شد که فوق‌العاده محبوب شد فیگو توی بارسلونا. تصور کنید اسطوره‌هایی مثل کرایوف، رونالدینیو، مسی و همه این بازیکن‌های فوق‌العاده رو تصور کنید توی تیم رئال مادرید. نمیتونید، اما فیگو همچین کاری کرد. فیگو در بعدها درباره این انتقالش توی سال 2000 اینجوری گفت که اون زمان مدیران بارسلونا با من مغرورانه عمل کردن و فکر میکردم من دارم بلوف میزنم، اما زمانی که رفتم و قرار دادم و امضا کردم هیچ کس باورش نمیشد. راستم میگم. توی بازی که رئال مادرید در مقابل بارسلونا انجام داد، هوادارا به قدری عصبانی بودن که حتی نتونستن بازی رو بذارن ادامه پیدا کنه. یعنی داور دستور به ترک بازی داد تا چند دقیقه که هوادارا آروم‌تر بشن. حتی کله خوک پرت کردن جلوی پای فیگو به عنوان اینکه خیانتکاره. اما اتفاقی که افتاد این بود: در واقع فیگو در رئال مادرید به یک اسطوره تمام معنا تبدیل شده. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید. دمتون گرم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد میتونید دکمه لایک رو بزنید. اگر از این سبک ویدیو علاقه دارید میتونید برید پایین دکمه سابسکرایب رو بزنید که من سعی میکنم هر روز از این ویدیوهای خفن براتون آپلود کنم.